هر کسی که در اسلام پولش به نصاب رسید، نصاب گفته ما با گرم 85 گرم طلا یا 595 گرم نقره را میگوییم. شما اگر در دستتان پول 85 گرم طلا یا پول 595 گرم نقره باشد و اون پول 1 سال در شما بیستد، یعنی 1 سال شما به اون پول نیاز ندارد یا یکی نیاز داشته باشید، هم آخر سال همین پسندازتان در شما هست، شما همین مقدار پول را صاحب هستید و هیچ قرضدار نیستید و یعنی پول در دستتان بوده یا پسنداز شما گفتیم کپیتال شما و 85 گرم طلا برابر است یا 595 گرم نقره برابر است، شما از این ربع عشر یعنی 2.5% را زکات میدهید. ببینید که از 85 گرم طلا شما پول 2 گرم از 1125 از 1125 یعنی 2 گرم کم زیادش را زکات میدهید.